این قدم بسیار هم مهم، یک گامی مستحکم فوتبال بازانی دسته استقلال بهر موفقیت در تمام موسم جاری دانسته باشد. ما باشد با شما حالت‌های جالب و وضعیت‌های خفناکی قسمی دومی بازی را مشاهده کرده ایستادیم که امکانیت اولین و یکی از خفناکترین وضعیت‌ها برای артем Барановский بود. ضربه او تیر دروازه را لرزانید اما وارد آن نشد. بعد تیر دروازه برخورده از میدان بیرون شد و این حالتی که شریدین بابویف گل یگانه بازی را به هدف رسانید. بیرون از جریمه‌گاه با ضربه پای چپ شریدین مؤلف گل یگانه و قهرمان بازی این روزه می شود. شماره گل‌هایش را به 8 عدد رسانید و مهمتر از همه در این بازی حساس و مهم و تقدیرساز نه تنها در مرحله سوم چمپیونات بلکه در تمامی رفتی مسابقات امساله او غلبه مهمی تیمش را تامین کرده توانست. عموما استقلال از حسابی با وجود آوردن وضعیت‌های خطرناک خیلی هم فعال بود. خوجند در قسم دوم امکانیت خوبی را دریافت کرد، مخصوصا همان حالتی که جهانگیر ارگاشف داشت، اما ضربه که او تقریبا از مسافه 5 متر جانبی دروازه نیکولاس ستوشیچ روان کرد دیدیم از شفت دروازه بیرون شد. آهسته وقتی جدا شده برای گزارش مستقیم ما از جریان بازی امروزه میان دو دسته پیشرفت لیگ اولی فوتبال کشور خاتمه می‌یابد. سپاس می‌گوییم با توجه یک و یک شما که در این مدت ما را همراهی کردید.